متشکرم. درود میفرستم به شما و همه عزیزانی که در این کنفرانس وزین هستند. خوشحالم که صدای بعضی از عزیزان رو شنیدم و برای من هنوز هم صبح زوده در خدمتون هستم، چون میدونم وقت تقریبا رو به اتمامه. سعی میکنم خیلی کوتاه و موجز صحبت بکنم. اول من میخوام یه نقبی بزنم به تاریخ، برای اینکه واقعا ما باید بدونیم ریشه هر جنبشی در کجا هست. و اتفاقا من میخوام، چون مسئله آذربایجان هست، من میخوام برم توی دل ماجرا و اینکه در حقیقت جنبش زنان ایران بخشش ریشه در آذربایجان داره، جنبش اجتماعی زنان. و همیشه آذربایجان یکی از مراکز در حقیقت مقاومت و مبارزه علیه ستم و تبعیض بوده و خود آذربایجان، زنان آذربایجان هم تحت همون ستم در حقیقت مضاعف و متقاطعی بودند که ما بحثش رو زهرای عزیز، ساره عزیز به درستی باز کرد و من خوشبختانه دیگه به این بحث خیلی واردش نمیشم، برای اینکه همپوشانی داره با بحث من. ولی مسئله در حقیقت اون ستمهای جنسی، قومی، ملیتی و طبقاتی که در حالا جای جای کشور ما در هر منطقه‌ای به هر شکل، به اشکال متفاوت و گاهی وقتا متجانس، زنان با اونها مواجه بودن. بحثی رو که میخوام مطرح بکنم، میخوام برم به انقلاب مشروطیت و حتی قبل از اون، که ببینید ما هم هیچگاه که در کشورمون هیچگاه ما دموکراسی رو تجربه نکردیم. یعنی همیشه ما با حکومت‌های دیکتاتوری مواجه بودیم که علاوه بر اون چه که بر کلیت جامعه کشور پهناور ایران وارد اومده، برای زنان چندین برابر بوده و زنان در نقاط مختلف، همونطور که ساره عزیز اشاره کردن. ببینید مثلا مسئله حجاب رو اگه ما در نظر بگیریم، در بعضی از مناطق آزادی بیشتر بنا به حالا جغرافیای اونجا هست، بنا به شرایط آب و هوایی، حتی میشه خیلی چیزها رو مؤثر دونست. ولی در بعضی از شغلی، طبقه اجتماعی که اون زن درش زندگی میکنه، فرهنگی که حاکم هست و اینها به یک سطح در جامعه، اون مثلا در مورد حجاب من بگم که بارزترینش هست، همه به یکسان رنج نمیبرن. خیلی فرق میکنه در خانواده‌ای، در فرهنگی که حجاب درش تابو نیست، ولی در فرهنگی که حجاب یک ارزش هست. و بنابراین علاوه بر اون امکاناتی که یک زن داره، مثال خیلی خوبی رو ساره عزیز در مورد زنان کارگر گفتن که زنی که وسیله نقلیه نداره و مجبوره که در خیابان در تردد باشه و در نتیجه بیشتر مورد ستم و مورد آزار و اذیت از طریق گشت‌های ارشاد قرار میگیره. خب من برگردم به مسئله تاریخی و اینکه بیش از دو قرن واقعا زنان ایران به دلیل این ستم مضاعفی که برشون وارد شده و تبعیض‌های مضاعفی که همواره باهاش مواجه بودن، تلاش‌هایی که کردن، ما الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم امروز کجا هستیم. در انقلاب مشروطیت، خب همونطور که یه مسئله رو که من خدمت عزیزان بگم اینه که واقعا جنبش زنانی که از هوشمندترین جنبش‌های اجتماعی در ایران هست. وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم، حتی به دوران مشروطیت، ما میبینیم که تشکل‌های پرشمار و متنوعی به وجود میاد که برای احقاق حق برابری و رفع ستم اینها فعالیت میکنن. انجمن‌های مختلف، سازمان‌های مخفی ایجاد میشه، در تظاهرات شرکت میکنن، حتی بعضیشون به مبارزه مسلحانه رو میارن. من باز به یک نکته تاریخی اشاره بکنم که وقتی در انقلاب مشروطیت عده‌ای از کسانی که کشته شدن میبرن برای شستشو، میبینن 20 تا جنازه اینها زن هستن و لباس مردونه. یعنی حتی در مبارزه هم ستم بود. در مبارزه هم این که برای که زنی پذیرفته بشه باید لباس مردونه میپوشید و بره به جنگه. میخوام بریم نقد بزنیم به تاریخ و ببینیم که این مسئله به ریشه هاش در کجاست و با روش هایی که دیگه که زنان اختیار کردن، حتی مثلا از فروختن جواهراتشون، خرید سهام از
دولت در جریان تأسیس بانک ملی توسط مجلس، حتی زنان مبتکر تحریم کالاهای خارجی هم بودن. و غیر از اون در به اصطلاح 1290 زنان با فعالان زن انگلیس تماس میگیرن و از اونا تقاضا میکنن که دولت انگلیس رو وادار میکنه که از نفوذ سیاسی خودش برای حمایت از زنان ایرانی استفاده بکنه. میخوام یک تفاوتی رو اینجا بین اون کاری که در انقلاب مشروطیت زنان کردن، زنان متوسط به حکومت ها نشدن که براشون رژیم چنج انجام بده. زنان به زنان با زنان رفتن برای همبستگی، یعنی اینکه از اونها خواستند که دولت هاشون رو تحت فشار قرار بدن، نه اینکه خودشون مستقیم بخوان این کارو بکنن، و اینکه اونها از اون دولت از نفوذ خودش استفاده بکنه که دولت ایران رو در اون زمان قانع کنن که آزادی های به اصطلاح زنان رو به رسمیت بشناسن. که البته پاسخی که زنان انگلیس میدن این بوده که خودشون هم قدرتی ندارن و در نتیجه جواب به این صورت میشه، یعنی در اون زمان هم زنان در انگلیس این قدرت رو نداشتن که از دولتشون بخوان که تا از زنان ایرانی حمایت بشه. ما باز در آذربایجان قیام زینب پاشا رو داریم که یک زن هست و همینطور میبینیم که در اوج مبارزات مسلحانه که در مشروطیت هست زنان چگونه وارد به اصطلاح میدان مبارزه میشن. و در 1290 هم وقتی که شایع میشه که برخی از نمایندگان مجلس به خواستی روسا تن دادن، 300 تا زن تپانچه دستشون میگیرن و به مجلس میرن و از نمایندگان میخوان که نگهبانی از آزادی و تمامیت ارضی کشور رو در حقیقت به عهده بگیرن. این مثال هایی رو که من دارم میزنم، یعنی میخوام بگم این تنوع کاری که جنبش زنان از گذشته داشته و امروز که ما میرسیم میبینیم در شیوه های مبارزه‌ای که زنان پیش گرفتن. حالا باز این نکته هم اشاره کنم بعد برم روی امروز. و در انقلاب مشروطیت که زنان بسیار نقش داشتن، وقتی که به پیروزی میرسه انقلاب مشروطیت میبینیم فراموش شدن. چرا این نکته رو میگم؟ برای که امروز ما در شرایط مشابه قرار داریم. یعنی 2 بار این انقلاب تکرار شده. وقتی انقلاب مشروطیت اتفاق میفته میبینیم که مدرس در مجلس دوم شورای ملی اون زمان اعلام میکنه که خداوند اینقدر در زنان ما عقل و شعور نداده تا به سرنوشت خودشون دخالتی بکنن. پدر و برادر و مردان خانواده اگر اونها منافعی داشته باشن در مجلس حافظ منافعش رو خواهند بود. ما در انقلاب 57 هم باز میبینیم که این مسئله و کلاهی که سر زنان میره. بعد از انقلاب ما میبینیم وقتی که انقلاب 57 اتفاق میفته اولین گروهی که مورد ستم قرار میگیرن زنان هستن که تا به امروز همچنان ادامه داره. حالا من اون بحثایی که دیگه چون خیلی از عزیزان ممکنه آشنا باشن در تاریخ که مسئله زنان، باز 2 تا مورد رو که خیلی مهم بود، یکی مدرسه سازی رو که باعث بالا بردن آگاهی میشد و مسئله دیگر هم نهادسازی بود، ایجاد انجمنها و سازمانهای زنان بود که از اون طریق بتونن و همینطور انتشار نشریات. و ما میبینیم که این مسئله در حقیقت اون هوشمندی این جنبش رو نشون میده. خب ما غیر از اون حالا مثال های زیادی هست، ولی من همینطور دارم وقت هم کنترل میکنم که بیش از زمانم صحبت نکنم. ما بعد از انقلاب و اون چه که امروز هست که ما ببینیم الان نزدیک به 5 دهه هست که ما داریم تلاش میکنیم، اون چه که حالا در طی این 200 سال گذشته‌ای که زنان تلاش کردن به دست بیارن، میبینیم الان هنوز ما در این نقطه هستیم. بعد از انقلاب که حجاب اجباری میشه، این تبدیل میشه به یک مبارزه روزانه برای زنان. وقتی ما بحث ستم مضاعف رو، ستم جنسیتی مضاعف رو نام میبریم، بسیار زوایای پنهانی داره که دیده نمیشه. بعضی ها اون زمان به ما میگفتن یک تیکه پارچه هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا من خاطرم هست که اول انقلاب به من میگفتن که تو حاضر هستی که یه تیکه پارچه رو سرت باشه یا اینکه یه کسی
شب گرسنه نخوابه. و من میگفتم آخه من رابطه اینها رو نمیفهمم، این روسری من چه ربطی داره به گرسنه خوابیدن یا نخوابیدن یک زن. و این حرفا رو مردان جامعه میزدن، مردان سیاسی جامعه، که تمرکزشون روی چی بود؟ تمرکزشون فقط روی این مسئله بود که اگر مسئله اقتصادی درست بشه همه چیز درست میشه، در حالی که واقعیت اینه که چنین نیست. و الان مثالی هم که با سارای عزیز زدن در مورد خود جامعه آمریکا هست که ما الان میبینیم در اینجا هنوز مسئله سقط جنین براشون مسئله است. خب در ایران هم که دیگه بحث من روی این هستش که این که ما بگیم الان یا در خیلی از کشورهای دیگه ما بگیم که اگر مثلا کسی گرسنه نخوابه آزادی هم هست و همه چیز درست میشه، این به نظر من تز غلطی است. مسئله حق بر بدن و کنترل بر بدن اون بخشی از همون در حقیقت ستم جنسیتی است که بر زنان جامعه وارد میشه. و من میخوام اینجا به عنوانی که کسی که چند سال هست روی مسئله قتل‌های ناموسی کار میکنم این مسئله رو اینجا مطرح بکنم. ببینید در سال گذشته 187 قتل ناموسی رو من در ایران مستند کردم. این قتل‌های ناموسی چرا اتفاق میفته؟ این قتل ناموسی دقیقاً به این دلیل هست که یک مردی از خانواده فکر میکنه حق مالکیت داره بر بدن زن خانواده و این در فقط خاص یک منطقه هم نیست، در بعضی از مناطق بیشتر هست و در بعضی از مناطق کمتر. ولی در مناطقی که ما در آمار کمتر داریم این به این معنا نیست که در اونجا اتفاق نمیفته. از جمله مناطقی که ما آمار کمی داریم بلوچستان هست، اما این به معنای این نیست که در بلوچستان اتفاق نمیفته، بلکه به معنای این هست که در بلوچستان زنان محدودیت بیشتری دارن، گروه های مدنی کمتری وجود داره یا محدودیت بر گروه های مدنی و سیاسی بیشتر هست که اینها انتشار پیدا میکنه، در حالی که آمارش در اون منطقه بالاست ولی به بیرون درس پیدا نمیکنه. خب حالا این 187 نفری رو که مستند شده که البته خب خیلی بیشتر از اینه، میدونید که آماری که دست چون اینها همه فایل شده یعنی با شناسنامه مشخص هست در چه شهری در چه تاریخ و چگونه اتفاق افتاده، خیلی بیشتر از اینه و تقریبا باید این رو 3 برابر کرد. خب حالا ما وقتی که میایم برای اعدام یک انسان این همه تلاش میکنیم که باید هم بکنیم، حتما باید بکنیم، اما میخوام مقایسه بکنم که چرا زنان مخبول هستن در جامعه، چرا زنان دیده نمیشن، چرا مسئله قتل‌های ناموسی مورد توجه است، چرا جان یک زن اهمیت نداره. خب اینها همه برمیگرده به اون ستم در حقیقت متقاطعی که ما باهاش به اصطلاح مورد بحث ماست. ما نگاه میکنیم میریم از مسئله در مورد حجاب، از حماد دارابی که خودش رو در میدان تجریش آتیش میزنه تا همین اخیر که آرزو خاوری خودش رو از پشت رو بیاندازه، از طبقه ششم یک ساختمان پرتاب میکنه، همه اینها برای حجابه. این وسط چقدر زن کشته شدن به خاطر حجاب توسط حکومت و چقدر صدا، چقدر سکوت شده در مورد اینها همه برمیگرده به همون ستم مضاعفی که ما اینجا داریم راجبش صحبت میکنیم. و متاسفانه من میبینم در مورد آهو دریایی که وقتی اینقدر به سطوح میاد، یعنی یک باید آدم خودش رو جای اون فرد قرار بده که میبینه مورد تحقیر و توهین قرار میگیره، لباس توی تنش پاره میشه و چه خشمی وجود اون زن رو میگیره. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم در سوشال مدیا مردان جامعه چه عکس العمل‌های واقعا زشتی رو از خودشون نشون میدن، یا مثلا میان میگن که اینها برهنگی میخوان. اینها به دلیل درک پایین از اون شرایطی است، یعنی در حقیقت حس نکردن این درد زنان هست، این ستمی هست که به زنان میره از طرف مردان جامعه. ما فقط برای اینکه به این مسئله در حقیقت دموکراسی برسیم، تنها فعالیت زنان کافی نیست، تنها تمرکز بر
مباحث سیاسی کافی نیست، بلکه ما باید به اون ابعاد اجتماعی و فرهنگی هم توجه بکنیم. تا زمانی که مردان جامعه هنوز فکر میکنن اگر زنی از فرط خشم لباس رو بر تن خودش پاره میکنه و لباسش رو در میاره، این خواهان برهنگی است و هنوز این درک رو ندارن، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که مسئله به اصطلاح دموکراسی رو، اون چیزی رو که ما توقعش رو داریم، آرزوش رو داریم و خواستش رو داریم و براش داریم تلاش میکنیم. نکته دیگری که من میخوام باز در مورد جنبش زنان بگم، با ظهور سوشال مدیا و گسترش تکنولوژی در حقیقت شکل جدیدی از کنشگری به نام سایبر فمینیزم شکل گرفته که خوشبختانه این مسئله با استفاده از شبکه‌های اجتماعی سانسورهای دولتی رو دور میزنه. و اگر ما 30 سال پیش نمیتونستیم خیلی از مسائل رو بگیم، امروزه ما میبینیم که وقتی آهو دریایی مبارزه میکنه، در تمام سوشال مدیا عکسش پخش میشه و باز نگاه میکنیم میبینیم از همون سوشال مدیا مردی میاد به عنوان همسرش خودش رو معرفی میکنه و باز هم میخواد اعمال مالکیت بکنه بر بدن این زن و تصمیم این زن رو زیر سوال میبره، چون که 2 بچه داره و فکر میکنه هنوز هم اون چیزی که باعث قتل‌های ناموسی میشه در گیوم مسئله در حقیقت اون آبرو. و اگر دقت بکنید در اون سوشال مدیا میاد میگه که این 2 بچه داره، لطفاً آبروی مثلا ما رو نبرید و از این صحبت ها، در حالی که این کنشگری شجاعانه سیاسی که این زن نشون داده میشه، این در نگاه اون مرد منفی تلقی میشه و این هاست که ما در جامعه کم داریم و باید روش گفتگو بکنیم. یعنی بحث در حقیقت فرهنگ سازی در فضای سایبری چیزی هست که الان مورد نظر اون سایبر فمینیزم هست که تلاش میکنه تابوها رو در این بخش بشکنه و بتونه دید جدیدی رو در جامعه نسبت به حقوق زن، نسبت به خواسته های زنان در جای جای کشور ایران مطرح بکنه. مرسی خانم معدم، خوش لطفاً اگه ممکن هستش جمع بندی. چشم. در پایان میدونم که واقعا فرصت کم هست، در پایان من میخوام به این نکته جنبندی از صحبتم این هست که ما فراتر از، یعنی به دلیل ستم مضاعفی که بر زنان هست، ستم جنسیتی مضاعفی که بر زنان هست، بخشی از این به مردان جامعه مربوط میشه و مردان جامعه باید در نگاه خودشون نسبت به زنان، نسبت به حقوق زنان، نسبت به رسمیت شناختن زن به عنوان بشر باید تجدید نظر بکنن. من سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و پوزش میطلبم از اینکه تند صحبت کردم، خواستم از فرصت استفاده بکنم. متشکرم.